Aka, من گفته‌هاتون رو فکر کردم. کنی گیر. تشکر اکا. حاضر نگیرم. فکر کرده راضی شدی ها؟ با تو پیشنهاد بهترین کردیم. اکا با اعلام برای زندگی خوبشون پول میدید میتردین؟ با من گوش کن. وقتی که تو با این کار دروی و این کاری مهم رو برای ما اجرا کنی، از اون پس تو آدم بی تغییری تشکیلات میشوی. هر ماه معاشت رو آزادانه میگیری. فریب نمیکنید اکای یعقوب، همینطور نه؟ پولت رو میگیری، چه خیلی که خواهی با اویلات صرف میکنی و باز برای در پاریژ بودنت با تو در آنجا یورو میدهیم. اکا بعد اویلام رو چطور به نزدم میبرم؟ با متصدیانی آنجا صحبت میکنی، دردت رو میفهمونی، در همانجا حل میکنن، تو خواطر نشو. اینطور باشد میشم. مایلش اول تو رو با برادران شناس کنم، نقشه رو فهمونم، بعد به شعبه رفته حجت رو میگیریم. ها مایلش به امضایت نمیشود آخر. محترم رئیس، اینا خیلی زیبا شده است ماشاءالله. ماشاءالله. در این محله عائله های بیکار و فقیر زیاد است. در اینجا با آدمان احتیاجمند کسب می‌آموزانیم. شخصی که صاحب کسب شود دیگر با دزدی و غارتگری مشغول نمی شود. بله محترم رئیس، در حقیقت این محله به چنین مرکز احتیاج داشت. خیر، پیش از گشوده شوی من یک درون را از نظر گذرانم. البته جناب، به درون درآیید. بعداً تو گشوده شوی کمی استراحت میکنید. تشکر. دستم را در رو تشکر. مرحبا. در این محله چقدر آدمانی بی کسب و کار زیاد بوده است، میدونی؟ ها میدونم. حالا چی کار میکنن؟ کورس های آموزش کسب میکشده است. چی بوده است؟ با آدمان کسب میآموزانیده است. ابله به جای آنکه با آدمان کسب آموزانی با آنها کار یاب. کار همین طور نه؟ بله، اگر کار نباشد کسب به کی لازم؟ اما البته اینها هم ماش افسانند. در مراسم افتتاح آنها تشویقات حزبی میگذرانند. عقل‌های آدمان را به ما زید ساخته و بالای این فعالیت‌های دینی را در نقشه دارند. من این کارها رو نمیفهمم اکا. برای پولهایم را گرفتم من باید چیکار کنم؟ در مراسم افتتاح اشتراک میکن، در بین مردم میدروی. وقتی که از ما اشاره میبینی رئیس ناحیه را میپرونی. این خبر به زودی پهن میشود. بعد همه آنها کی بودن ما را نقص میفهمند. در بین اینقدر آدم چی خیل میشود؟ بچه ها به تو همش را یک به یک میفهمونند. شناسنامه‌ات هم آماده است. بعد از واقعه زود به پاریژ میروی، فهمو؟ او را به اینجا جغ میزنی؟ من جغ نزدم میگویم، خودش آمده است. باز نشسته با او صحبت دارستی؟ بس است، پلیس را جغ میزدم. عارف تکلیفم را قبول کرد. اگر تو هم قبول کنی خوب میشود. چیزهایی هست که تو هم باید دانی. من همش را میدانم. نه تو نمیدانی. میدانم. تو هیچ چیز را نمیدانی. نفهمیدم این چی معنا داره؟ با عارف هم همین خیلی مصلحت کردم. یک جایم میآیید، باید گپهایم را هر دویتان یک جا شنوید. من به هیچ کجا نمی آیم.
هرچی نقل کردن خواهی نقل کن. عارف داند یا نداند این حقیقت را تغییر نمیدهد. او هم جواب میدهد. رود و حقیقت ها از آن چی تا امروز میدانی فرق کنند چی؟ باید حتما بگاه بیایی. انتظار میشوم. بیا شین. سلام. سلام، خوش آمدید. خوش باشید. سلام. خیر است. چرا این رفیق‌ها شناسنامه‌هایشان را از روزنه نمی‌گیرند؟ وای، اینها یک کاری مهم دارند. کوشش دارم که کمکشان کنم. همینطور. جوانی خوب، چند سال شناسنامه گرفتید شما؟ آقای مامور، کمی سر و سیمه با ما اجازه دهید. مایلش، آخر کمی صبر کن. از تو میپرسم جوانی خوب. من نمیدونم. برادرم حل میکند. با کجا سفر داری؟ به نزدیکی میروی؟ من دغلی کردن نمیخوام، اما گرفتن شناسنامه حقمان است. گرفتیم، تشکر. حاجت به پرس و پاس نیست. کنی این شناسنامه رو به من بده. حاجت به این نیست آقای مامور. بده. شما این شناسنامه را حاضر نگرفتید مگر؟ بله، حاضر گرفتیم آخر. در شناسنامه ای که نو چاپ شده است روادید فرانسه چیکار میکند؟ وای، چی؟ بچه ها کمک پرسیدن. خواستم با آنها یاری اینجا کنم. شعبه شناسنامه دهی نزد کمیته امنیت آژانسی توریسم نه. شما کیستید که از اینجا روادید میدهید ها؟ با خدا خانم با ما کمک کردن. اویله این کس در وقتش کوچیده رفته است. او هم رود گفته کمکش کنیم. رفیق سرکمیسر، میدونم در اصل باید این طور نکنم، اما در بیوروی ویزادهی یک شناسم بود. دلم به اینها سوخت. پول مول ندارن. من خواستم کمکشون کنم. مرا ببخشید. دیگر تکرار نمی شود. بار دویم باشین درخواست به اینجا نوید. خوب شده است. با تو چی گویم؟ خدا آرزوهایت را عملی بکنه. تشکر. خدا از شما راضی باشه. یگان احتیاج دیگر داری؟ نه، آنها کمکم میکنند. سلامت باشه. تشکر سرکمیسر. ما دستش رو گرفته کمکش میکنیم. خواطر نشوید. خب مایلش. راه سفید. روز بخیر. روز بخیر. رفتیم. کنی حجتهایش رو به من ده بینم. زودتر. خیلی باید. تشکر. به تو گفته بودم وقتی روز برایم بخندد حتما به نظر با گلها می آیم. در یادت هست؟ بله. اما اگر وقتی که تو در برم نباشی روز هم برایم تاریک است، باشد یا نباشد مهم نیست. اینطور نگوی. باید یک جای در بری همدیگر باشه. باید روز برای هر دویمان بخندد.
عشق همان وقت ابدی است که هر روزی نو را یک جای پیشواز بگیری، همراه نفس کشی و همراه از خوبی های حیات برخوردار باشی. مرا از حاضر نگیری. التماس گریه نکن. تو گریه نکن، بس است. دیگر همیشه بخند. مالش انشالله عارف، خدا هممان رو بخنداند. کو بینم اکی صالح زنگ میزنه. گوش میکنم اکا. ها بله، در نزد اویم. خیلی خوب است اکا، الحمدلله. چرا نه اکا، حاضر می برایم؟ البته مایلش خوب شده است. و علیکم بر سلام. میگویم اکا مایلش. اکای صالح سلام گفتند. از خدا برایت شفا طلب کردند. با عملیات میروی؟ نه به سر اکای صالح مشکلی آمده است، به نزدشان میروم. خدا نگهبانت. برای من خودت را احتیاط بکن. تو برای من لازم هستی عارف. من به تو احتیاج دارم. تو خواطر نشو. کارم را تمام کرد، زود به نظر برمیگردم. شب تو را در پایان در قهوه‌خانه انتظار میشوم. میلش برای آینده هر دیمان دعا میکنم عارف. تو هم دعا بکن. دعا بکن میدانی؟ انشالله سامان جان، انشالله نوری چشمانت. دعا بکن. تا بازدید عزیزم. تا بازدید اکا. چی کار میکنی؟ خدا نمیدونم. تو چی کار میکنی؟ از این پس دوست نیستیم. جوانهایمان هم در یک جا نمیستند. چرا جوانهایمان در یک جا نمیستند برادر؟ تو جوانها رو به کجا میبری؟ مگر عقلت رو خوردی؟ از تو دورتر. مان آخر برادر کنی به اینجا مان. دستت را گیر. من این جوان رو نزد حربی میبرم. چی؟ به نزد او میبری؟ ها، از این پس دوستی من حربی است. به همه اعلان میکنم. اگر یک بار دوست انتخاب کردن ممکن می بود. اوهو، ما تا این وقت چه دوستای پیدا نمیکرده. میدانی برادر؟ گوش کن، شکار رو شیر میکند، شغال باشد مردار میخورد. این چیست؟ شود هم نشود هم گفتم. حربی چرا ایستاده ای؟ این را دار. دوست آید تن در آغوش گیر، رسم خوبی ما را. وای دوستی ما رو در یک لحظه زیر پا کردی. شوربای دیروزینه هم در نزد این سخنهای تو بالازد می نماید. از من گفتن. همینجا دار، همینجا. تمام، بنا به سراغه همینجاست. به خدا اکا این منظره هیچ به من پسند نآمد. برای گرفتن شناسنامه پلیسیا دادن. به زوری هم باشد عاجلا خواستن. با دسیسه و اغوا او را به خارجه روان کردنی نباشد. شاید رفتیم. بسم الله. که بسم الله. اکا شاید موقع خطرناک باشد. عارف با این سخنان مرا میرنجانی. اکا اگر خواهید شما در ماشین استید. این طور نمی شود، من هم میروم. خیر میلش، شما از اینجا موقع گیرید، من آهسته نزدیک می شوم. میلش. بسم الله. یک ماشین آمد، 2 نفرم و اینجا می آیم. پلیسی در شعبه شناسنامه‌دهی بوده است. حریف از پسمان شده است. شاید شادی را از اینجا براریم. کاش جزایش دادیم. من با شادی برای حل مسئله رئیس ناحیه می رویم. با دیگران در اینجا وا میخوریم. شما مسئله اینها رو بینید. زود باشید. خوب شده است.
بیا شادی میرویم از پسندی. نجاتی تو با او برو از بر رو. مایلش تو باشه از خفای بینا. با شهرداری گپ زدم. انتظارم گفتم. با ما ساعت اینی قشراگویت گفتم. با فکرم رئیس شهر نمی آید. زیرا تیارش هم ننشسته است. اصلا باید دیروز از بیرونی شهر می آمدن. با امروز گذراندن سفرشان برای ما خوب نشد. بیایید با کار ما شروع کنیم. مردم رو زیاد انتظار نکنیم. راست میگویی. من هم با کتالوگ ها نظر میکردم. خیلی زیباست. بین در اینجا چند نمود کسب ها می شده است. با خدا در این زمان این وسیع کاری بزرگ است. ما باید به این کار خوب اهمیت دهیم. فهمیدم سردار. اکای ساله نباید با این طرف نباید.
ابله با کجا کو با این طرف کو چی با اینجا چی نقشه داره ده ابله چگونه عمل تروریستی رو براش نگرفته این کیست بگو کیستین گبزن رئیس نویا خست کردنی هستی نمیدونم دیگر چیز رو نمیدونم آنهایی که با ما لازمند اینجا نیستن آری نمیدانست است تو گبزن ابله در کجا چی طوری جا میکنید گبزن مراسم افتتاح همانجا رفتم آری معلوم بود تشکر اکرم خیلیت شما هم با میدان برگشتید زیاد ایستا احمقی نکن بیا صحبت کنیم ایستا زیاد ایستا میگویم من با اکای صالح هم و ما جای برگزاری مراسم را گپ زن با سردار گپ زن زود به نزد ما بیا میرویم اکا چرا آنها رو همانجا بازداشت نکردم شما خواطر نشوید اکا جان سری وقت میرسید خب خدا را شکر که شما آن شخص را میشناسید اکا ولی آن پلید ناشناس را از بین مردم چطور مییابید زودتر با بیرون روید زودتر مایلکس من کاری نمیکنم حرکت نکن که رو نیز میپرونم عذر که از دستم یگان کار نآمد ای به هر دویمان و سراسیمگی راه دادیم این با ما درس شد راست گفتید بس کنید سرزده خانی را زودتر با بیرون روید زودتر برو اکا پلیس اومد اکای یاکو مرو فهمیدم من دیگر با شما همکاری نمیکنم راهی گریز نیست دیگر علاج نیست کارلوس لابای تو برای خودت یکم مپی خوب بیار فهمیدم رفیق کمیسر رجب میبینی اینجا 3 آدم است با سراسیمه شده حمله ناگهانی نکنید فهمیدی؟ نه سرکمیسر نمیکنم رفیق خان بسیار هم احتیاط شوید نباید مردمی بیگناه ضرر بینند شخصان شبهناک را زیر نظارت گیرید مجید تمام خیر برادران و شما برای خداوند مددگارتان باد نجیب زودتر شوید زودتر
اگه آخر بعد داده بودید که من رو به خارجه روان میکنم اویلم رو همراهی من روان میکنم اگر این کار رو تمام نکنیم کلای هر دویمان رو میگیرن این فرصت رو باید استفاده کنیم بنمانم این دو پلیس حال ما رو بد کرد ای برادر تو چی ها میگویی؟ اگر این کار رو نکنیم گروهی ما رو در بین 2 روز میکشند چی کار کنم آخه؟ گبزن تو فرمانده من میکنم آن 2 پلیس رو سو استفاده کنید مرا خوب گوش کنید به حشمت زنگ زنید به او گوید که خوب مایلش میگویم عارف آن نابکار رو تنها من میشناسم میدانم اکا از بچه های خودمون راهی گریز ندارد ولی آنجا کشاده شوی آدم بسیار می شود فهمیدم اکا یعنی گفتنی هستید که به هر حال رفتنی ما هم شرط است میرفت است با کجا میروی کنی گبزن؟ تو را نمیدانم اما من به مراسم کشاده شوی میروم ای نابکار چی کار میکنی؟ آنها باید جان سپارند باید تیر پرانی شود نخواد جان اینقدر بیقدر باشد امانت خداوند است آخر نخواد آن را در این کارهای پلید و رسوا فدا کنید جان اینها گب را نمیفهمند بهتر نیکی به خوبی سلاحش را گذارد آدم شود مرد شود آخر اینقدر خونریزی می شود اگر خونریزی نمی شود آخر انسان همین خیر است در هر مکان و زمان آدمی نیک هم است آدمی قاتل هم است وای به خالق 100 افسوس که همیشه از پی قاتلان میروند نقشه سوی قصد را بر ضد رئیس شهر آماده کرده‌اند باید صد راه آنها را گیریم آرید اگر آیا چهره شخص قاتل را در خاطر دارید باور کن شاید عکس خود را فراموش سازم اما یک خطی روی آن پلید را هرگز اگر قربانتون شوم رفتیم ظریف لبه در این بنا نوارگیرهای امنیتی هست بله هست در سر کوچه گذاشته شده هست من هم در آنجا 3 نوار دیگر دیدم جنایتکار را تنها سرکمی سر میداند اما به هر حال او را با واسه این نوارها کفتکاف خوب شده است مایلش رئیس حکومت را از این حادثه خبردار میکنه تو همراه نمیو مایلش میرویم رجب تو اینجا میمانی اگر میخواستم هم عارف رو هم شاهین رو چند سال پیش میکشتم این رو که خودت میدونی من انسانی با صبر نباشم نقشم رو کشیده بازیگران را من از خودم انتخاب کرده سپس بازی را آغاز میکنم من مثل تو صبر ندارم من خزان شدم صبر و طاقتی من همینقدر آخر تو بسیار چیز را میدانی نباید مرا در نصف راه ترک کنی تو جیانی من میشوی از یک آیله میباشیم این بند را از گردنی من رها کن آدم برای گم زنیم از یک آیله بودنمان تو را از مرگ نجات نمیدهد اگر لازم شود برای این آیله شدن جانی تو را فدا کنی تو را جان را فدا کردن مهم است آقای رئیس ما امنیت شما رو باید تامین نماییم هرچند این خطرناک است من سخنرانیم را رد کنم کشاده شوی را به تأخیر گذارم پس چی می شود؟ کنی با من گویه چی می شود؟ برای بیخطری شما و دیگران باید این مراسم را به تأخیر گذاریم باید و شاید را ترسانشک ها می گوید من از این کار دست نمیکشم کشاده شوی را امروز می گذارم با منبر برآمده سخن میکنم امروز سخن کردم مبارک شود میگویم سرکمیسر شاهین از سخنهای آقای رئیس معلوم است که او از گپش بر نمیگردد بهترش آماده شوم نوارها را از نظر گذارم آیا میدانید که از همه چیزی محبوب ترین شیطان چیست؟ من با شیطان هم صحبت نشدم نفرانی که خیرخواه و سخاوتمند میباشند
مانع کارهای این شخصیت ها می شود. راست است. این بیشرفان میخواهند که تهدید به جان من کرده مرا ناامید کنند. نمیخواهند که این گونه مؤسسه را سازیم و سطح زندگی مردم را بالا برداریم. آنها مرحمت کرده بیایم. من آماده هستم. آقای رئیس، شما کیها قرارتان را داده اید. وظیفه ما باشد حمایت کردن شماست. راست گفتید. از شما یک خواهش دارم. شما وظیفه خودتان را اجرا کنید. اگر شما برای قهرمان‌های جسور در گرد و اطراف من باشد و من برای برآمد کردن ترسم، وای بر حال من. این را آیسته بگیر. ای برادر، من هم روی تو هستم. من دقتم را پریشان میکنم. تو باشی رفته او را پرونده سلاحات را پرتفته میگریزی. اکا مرا ترک کرده در اینجا تنها نمیگذاری. چرا تو تنها گذارم؟ چی میگویی؟ فرزندهایم تمامی عقل و هوشم در اونجا میباشد اکا. نمیخواهم که آنها از خوراک و آذوقه تنگش کشند. نگران نباش. به آنها بهترین امکانیت ها داده میشود. به شرطی که تو این کار را تمام کنی. خوش آمدید. سرکمیسر میدان ها به شما داد و فریاد میزنند. سلامت باش، زنده باش بالتا. ظریف کجاست ظریف؟ اینجا مکه. سلام علیکم. علیکم سلام برادر. بیا که بیا. این کارو که تمام کردیم با تو صحبت میکنیم. من با تو صحبت کردن نمیخواهم. این دکتر کیست و تو کی میشود؟ تو را از کجا میشناسی؟ کی بودن و چی شدن از کاری تو نیست. تو رفته خیش تبارهایت را گفت کن. من یگان خیش تبار ندارم. یک خدا دارم. تنها یک وطن خدا دوست من است. خانواده هم ندارم. ها باز جای کار تعیینات مخصوص. برای همین در اینجا همه کار را جانب خودت میکشی. اما فراموش نکن که اینجا عائله تو نیست، جای کار است. برای همین از پی کار شدن لازم. وقتی که تو خواستی میکنیم برادر. هر فرمانی که دهی اجرا میکنیم. اما فراموش نکن برادر، ما و تو واخوری داریم. برای تو نقشه های خوبی دارم. فراموش نکن. حیله و نیرنگ و دروغ‌هایی که به من گفته بودی به شاهین رسانیدم. شاهین به همش باور کرد. میدانم آید این موضوع در حقیقت فعالانه رفتار کردی، اما عارف از این کار بیخبر است. شاهین برای انتقام گرفتن رفت عارف را نمیکشد. گوی نقشه آینده چیست؟ حالا باشد با آن دروغ‌هایی که شاهین باور کرده است باید عارف هم باور کند. بسیار خوب. من آنها را برای مصلحت کردن جیغ زدم. میدانم، لیکن تو تصمیم گرفته که دیگر این کار را دوام نمیدی. این رفتارات مرا ناراحت کرد. چرا سبب دست کشیدن را نمیفهمانی؟ این بعد با آنها چیزی که نگویی باورات نمیکنم. بگذار یک دیگر را پاره کرده خورم. یکدیگر رو خوردن نه، بلکه کشتن یکدیگر رو میخواهم. رفیقان، تا یافت شدن قاتل احتیاطکارانه رفتار کرده با دقت باشید. کارلوس گوش دارم اکا. با دقت باشید. اگر یگان حرکت ناجا بینید، یگان کس را گوش نکرده پرانه. فهمیدید؟ فهمیدم اکا، همشو فهمیدم. حالا همین قدر. رئیس میاد بچه ها، احتیاط باشید. حاضرین محترم، مسافران عزیز، همه شما را
برای کشته شوید این مایه‌های مهم خوش آمدید. اقرب یک اقرب سه شخص شوپانوف را یافت. از این گرفتیم که زیدی جهالت و بی‌سوادی مجاهدان نکنید. اقرب نیفته تا ها شخص شوپانوف را نیفته. فهمو اقرب سه فهمو. با حکومت شمایان امروز در عربه کشاده در کجایی؟ خود را نشان ده آخر. اگر کلاه داشته باشد یا اینکه خودش را دیگرگونه کرده باشد کارمون مشکل میشه. ادامه جوینده یا بنده است تا آخر او را میجوییم. سرچشمه حادثه‌های تروریستی و خشونت‌های تفریق اندازی کافی نداره تربیت ایمانی بی‌سوادی میباشد. این مرکز علمی گشاده شده تمام این مشکلات را برطرف میکند. ما می‌دانیم که از این فعالیت‌های ما گروه تروریستی بسیار هم ناراحت میباشد، اما ما تمام مانع‌های آنها را شکسته راه انتخاب کرده خود را به پیش میبریم. ما برای پیشرفت ملت و دولت تمام سعی شخص شوپانوف را پیدا کنید و طرف او میروم. از پس من نظارت کنید. احتیاط شوید. یگان قوه مانع ما نخواهد شد تا وقتی که شما همراه ما هستید با خواست خداوند پیش روی عملهای بد را می‌بینید. این گروه‌های بد نمی‌خواهند را میگیرم. این گروه‌های بد نمی‌خواهند که وطن و دولت ما ترقی کند. انگیزه‌های و بی‌سوادی آنها را و عملهای تروریستی روانه می‌کند. در این راه برادر خود را پیروز می‌کند. انشاءالله فرزندهای ما در این گروه مؤسسه‌ها تربیت گرفته افتخار ملت و ما بسیار شاد هستیم که در این گروه فعالیت‌های فایده‌مند شما چیکار می‌کنید؟ بزرگ می‌خواهید برادر اشتباه کردید. وظیفتون آدم را اجرا کنید نمی‌شود. که آدمی را که آرز دستی کردست بیگناه است. سوی قصچی با بالتر رو بروز. سلاحت را پرتا سلاحت را پرتا رفتیم به این طرف. آرام باش نپران. آرامانه سلاحت را پرتا. همین به تجربه بوده او را فریب داده. رجا هرگز او را نپران و همه تا آخرین لحظه آتش نکشوید. اطاعت تکه اگر لازم شود او را میپرانم. رجا انتظار شو تا لازم نشود آتش نکشو. اطاعت تکه رفتیم زود با اونجا میرویم. مردم را پراکنده کنید. زودتر بگویم زودتر. تو احاطه شده ای. در یک جان تو را پرونده نابود میکنند. زودتر سلاحت را پرتا. برای فرزندهایم نان لازم، آذوقه لازم. آنها احتیاج به پول دارند. برایشان پول لازم. اگر تسلیم شوی درخواست‌هایت برآورده می‌شود، اما اگر تو کشته شوی از تروریستان کمک انتظار نشو. وقتی که مردی همش خاتمه می‌یابد. تروریست به دوستان خودش وفا نمی‌کند. حیات شما هیچ قیمتی ندارد. ای بیشرف لباس پوشیدن نداشتی. من تو رو خواندم، من تو رو تربیه کردم. تو کسب دکتری رو با شرافت من دریافت کردی. میفهمی بیزار شدم از این حیات دروغینی تو. او رو تا مردن لطو کوب کنید. شاهین و عارفی ابله رو دستگیر کرده به نزد من بیارید. دانستمان اگر آنها اینجا بیایند آدم های تو زنده نمیمانند. فهمیدی؟
اگر سلاحت رو گذاری با تو گفتگو میکنیم و آیلت هم مدد میکنیم. آیا راهی نجات دارم؟ آرام شو. اگر سلاحم رو پرتوی مرا میپرانید. پسرم ریسک دهنده خدای تعالی است، نه حزب، نه گروه، نه دیگر. اگر با سلاح ریسک جستن رواست، اگر فرزندان تو به شیر و نان محتاج باشند، عیبی تو نه، عیبی ماست. کار کردم، کوشش کردم، بار کشیدم، عمالی کردم، از دستم چیزی آمد کردم اما نشد. نمیفهمید، نتوانستم. خداوند به دوش کس مشکلی نمیگذارد که او توانی برداشت آن را نداشته باشد. تو اینقدر توانا و صبور بوده ای که تا امروز رسیده ای. ببین اکنون ما با تویم، آماده ایم که به تو یاری رسانیم. بیا سلاحت را گذار. بیا.